وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت. بینندگان گرامی، در دو قسمت گذشته پیرامون کتابی به نام دلائل الخیرات صحبت کردیم و بعضی از جاهایی که مخالف با قرآن بود و مخالف با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود را به خدمت شما عزیزان و بینندگان گرامی عرض نمودیم و بیان کردیم. حالا بعضی از جاهای دیگر را به خدمت شما عزیزان و بینندگان گرامی، مواضع دیگری را از این کتاب را به خدمت شما نشان می دهیم. اگرچه در این کتاب از این قبیل خزعبلات و کفریات و شرکیات فراوان هست، اما ما مش نمونه خروار بعضی از جاها را برای شما نشان می دهیم. وگرنه اگر شما با اندک تعمق و تأمل این مسائل را با قرآن کریم، این کتاب را با قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را حقیقتا در کنار هم قرار بدهید، بدون شک شما مخالفت‌های فراوان میان این دوتا می بینید. اصلا قرآن و سنت در یک جهت است و این در جهت دیگری. چنانچه ما در برنامه‌های گذشته هم به این مورد اشاره کردیم و ان شاء الله که برای بینندگان ما واضح شده باشد. و در این برنامه هم ان شاء الله ثابت خواهیم کرد که دلائل الخیرات در یک جهت است و قرآن و سنت در جهت دیگری. به عنوان مثال، بینندگان عزیز و گرامی، شما در اینجا مشاهده کنید که این فرد چی میگوید. میگوید اللهم صل علی نبی الرحمه، ای بار الها درود بفرست و رحمت بفرست یا الله بر نبی رحمت. با این حرفی نداریم. اللهم صل علی شفیع الامه، ای الله رحمت بفرست بر شفیع امت. به این هم حرفی نداریم، در صورتی که هدفش این باشد که رسول الله علیه السلام در روز قیامت امت را شفاعت می کند. اما اگر هدف دیگری از شفاعت داشته باشد، توسل در دنیا باشد، آن بحث جدایی هست. اللهم صل علی کاشف الغمه، ای الله رحمت بفرست بر کاشف غمه، یعنی برطرف کننده دردها و رنجها. حالا من نمیدانم که این فرد که حقیقتا این کتاب را نوشته با کدام توجیه میخواد این را چی توجیه بکند، علی کاشف الغمه، یا این که بگوید به وسیله آن خداوند متعال دردها و رنجها را دور میکند، که این معنا بعیده. علی کاشف الغمه، بر کشف کننده و برطرف کننده غمه، غم، اندوه، مصیبت، مشکلات، سختی ها. حالا میخوام بپرسم که از یک انسان عاقل، از یک انسان مسلمان، از یک انسانی که فهمیده هست، از یک انسانی که حقیقتا اهل مطالعه هست، اهل پژوهش و دانش است، اهل قرآن هست، قرآن را میفهمد، میخواهم بپرسم که برطرف کننده غمها و اندوها کیست؟ اگر اجازه دهید این سوال را از قرآن میپرسیم، این سوال را از قرآن میپرسیم که قرآن برای ما بگوید. قرآن برای ما میگوید که برطرف کننده مشکلات و نابود کننده مشکلات الله است.
و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در مشکلات و سختی ها به الله پناه می‌بردند. به الله پناه می‌بردند. نمی گفتند من کاشف الغمه هستم. نمی گفتند که من برطرف کننده سختی ها و مصیبت ها و مشکلات هستم. الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه نمل آیت 62 می‌فرماید اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. چی کسی است که دعای مضطر و درمانده و بیچاره و کسی که از همه درها به سویش بسته شده، چی کسی دعایش را اجابت می کند وقتی که او را بخواند؟ و یکشف السوء، و چی کسی برطرف کننده مشکلات و سختی ها و بدی هاست؟ چی کسی است؟ الله متعال سبحانه و تعالی این سوالات را میپرسه تا ذهن خواننده ها متوجه موضوع این شود که فقط باید از الله بخواهند. مگر الله سبحانه و تعالی نمیگوید ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. این کسانی را که شما غیر از الله میطلبید و غیر از الله از اونها میخواهید، عباد امثالكم، بندگان مثل خودتان هستند. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه اعراف آیت 188 در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگوید؟ میگوید قل، ای پیامبر بگو برای این مردم، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. ای پیامبر بگو برای این مردم که من پیامبر لا املکو، هیچ اختیاری ندارم، لنفسی برای خودم، نفعا ولا ضرا، نه نفعی را میتوانم برای خودم برسانم نه ضرری را برای خودم میتوانم برسانم. الله متعال با صراحت کامل به پیامبر میگه ای پیامبر برای این مردم بگو که توی پیامبر نفع و ضرر برای خودت نمیتوانی برسانی مگر آنچه را که الله بخواهد و الله در حق تو اراده کند و الله متعال سبحانه و تعالی خواستش باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیتوانند برای خودشان مشکلات را دفع بکنند، چی برسد برای دیگران. و این حرفی است که قرآن میگوید، این حرفی است که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و در سیرت و زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم واضح و آشکار است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در زندگی خود غمهای فراوانی را متحمل شدند ولی هیچ گاهی ادعا نکردند که من میتوانم این غمها را برطرف کنم. تعجب در این است که این فرد با این صراحت میگوید اللهم صل علی کاشف الغمه، ای الله بر کاشف غمه، برطرف کننده مشکلات و مصیبت ها رحمت بفرست. مگر جای تعجب نیست برای یک مسلمان که این ورد را روزانه بخواند، این را روزانه ورد کند یا در هفته این را ورد کند روز مخصوصی؟ حقیقتا برای یک مسلمان بعیده که همچون کاری را انجام بده. به همین واسطه ما تأکید داریم که بینندگان عزیز و گرامی از این دعاهای خود ساخته و پرداخته بپرهیزید، از این درودهای خود ساخته و خود پرداخته بپرهیزید. در قرآن و سنت شما چیزی جز توحید سراغ نمی کنید و نمی توانید پیدا کنید، اما در این دعاها شرکیات رو شما با فراوان مشاهده می کنید. به رسول الله علیه السلام می گوید کاشف الغمه، برطرف کننده مصیبت ها و مشکلات. حتی یک انسان مسلمانی که اندک معلوماتی در مورد اسلام داشته باشد این حرف را نمی زند. مسلمان ها اهل توحیدن، این مسائل را می دانند که الله مریضی ها را از بین می بره، الله که مشکلات را از بین می بره، الله که مصیبت ها را دور می کنه، الله که سختی ها را دور می کنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای برطرف کردن و برای برچیدن و برای از بین بردن این فکره غلط و این فکره مشرکانه آمدند. رسول الله علیه و سلم 23 سال را بر علیه همچون فکرهای تلاش کردند و سعی کردند. بعد از آن اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم و رضی الله عنهم این کار را انجام دادند. اما جای تعجب است که بعد از صدها سال
فردی می آید کتابی می نویسد برای مسلمان ها، نسخه ای را تجویز می کند که خلاف دعوت پیامبر هست، خلاف دستور پیامبر هست. مگر رسول الله علیه السلام نمیگن که اگر شما میخواهید اگر میخواهید کمک بخواهید فقط از الله بخواهید، فاستعن بالله، فقط از الله کمک بخواه، فقط به الله توکل بکن، فقط از الله متعال سبحانه و تعالی مدد و یاری بطلب. مگر ما نمیگین ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ ای الله، خاص و خاص تو را عبادت میکنیم و خاص و خاص از تو مدد میخواهیم. و این صفاتی که اصلا خاصه الله هست، الله کاشف الغمه هست. رسول الله علیه السلام بر علیه این آمدند. الله متعال در قرآن کریم پیامبرش را بنده خود معرفی میکنه. سبحان الذي اسرى بعبده، سبحان الذي اسرى بعبده، پاک است آن خدایی که بنده اش را برد، بنده اش را، نمیگوید شریکش را، نعوذ بالله. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. در هر جای خداوند متعال با صفت و با وصف و بهترین وصف در حق بندگان الله این است که الله بگوید تو بنده من هستی. این بهترین وصفه. رسول الله علیه السلام آمدن و گفتن که من بنده الله هستم و من پیامبر الله هستم. من آمده ام تا مردم را از ظلمت و تاریکی به سوی روشنایی بکشانم. نگفتن که من کاشف الغمه هستم، نگفتن که من مصیبت ها و رنج ها و درد ها را دور می کنم، نعوذ بالله. دور کردن مشکلات و سختی ها و تمام آنچه که حقیقتا با آن سختی و مصیبت گفته می شود، این از جمله اوصاف و صفات های الله سبحانه و تعالی است. و الله سبحانه و تعالی در آیات متعددی در قرآن کریم، کسی که اندک معلوماتی در مورد قرآن داشته باشد این موضوعات را میفهمد و درک میکند که الله متعال در قرآن کریم به صراحت کامل این عقیده و این فکر و این طرز اندیشه را رد میکند و این طرز اندیشه را الله سبحانه و تعالی به رسمیت نمیشناسد، بلکه آن را با شدیدترین لحن الله سبحانه و تعالی از زبان پیامبرش صلی الله علیه و سلم آن را حقیقتا پروردگار متعال سبحانه و تعالی بیان می کند. در جای دیگر از این درود غلو در حق پیامبر صلی الله علیه و سلم است، غلو دیگری در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینجا را اگر نمایش بدن، اینجا میگه اللهم صلی علی من تفتقت من نوره الازهار، اللهم صل على من طابت ببركته الثمار، اللهم صل على من اخضرت من بقية وضوئه الاشجار، اللهم صل على من فاضت من نوره جميع الانوار. این حقیقتا زیاده روی در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم است. آنچه که پیامبر صلی الله علیه و سلم، آنچه که قرآن در حق پیامبر گفته محفوظه، آنچه که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در حق خودشان گفتن محفوظه. اما آنچه را که قرآن کریم در وصف پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفته، آنچه که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد نیامده، حقیقتا ما نمیتونیم که آن را به زبان بیاوریم و آن را تکرار بکنیم، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از این کار راضی نیستند. مگر پیامبر علیه السلام نمیگویند که در حق من شما زیاده روی نکنید، در حق من زیاده روی نکنید، چنانچه که مسیحی ها در حق عیسی علیه السلام زیاده روی کردند. مسیحی ها هم از اول از همین طریق شروع کردند، نصرانی ها از همین طریق شروع کردند، تا اینکه حضرت عیسی علیه السلام را به درجه فرزند خدا یا خدای از خداهای سگانه حساب کردند، نعوذ بالله، به تثلیث ایمان آوردند. حقیقتا کسانی که به غلو و زیاده روی در حق انبیای الهی و در حق اولیای الهی می کنند، اینها بزرگترین توهین را، بزرگترین جسارت را در حق انبیای الهی و در حق اولیا رضی الله عنهم و رحمهم الله می کنند. مگر ممکن است که یک انسان مسلمان
آنچه را در حق بندگان الله، در حق پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، در حق انبیای دیگر و در حق اولیای الهی چیزی را به زبان بیاورد که آن وجود ندارد، نه در قرآن و نه در سنت. با والله قسم الله سبحانه و تعالی پیامبرش را از من و شما بیشتر دوست دارد و الله متعال خالق این پیامبره و پیامبر بنده الله است، محبوب الله است. الله او را دوست داره، الله او را به دوستی گرفته. این حرفها را الله متعال در مورد پیامبرش نگفته. اصحاب پیامبر این حرفها را در مورد رسول الله نگفتند. با والله قسم اصحاب پیامبر از پیامبر را از من و شما خیلی بیشتر دوست داشتند. یکی از این اصحاب پیامبر میآیه خودش را به بدن پیامبر صلی الله علیه و سلم میچسبانه و تیرها از هر جهت میآید او را هدف قرار میدهد. من و شما افرادی که به خصوص این کارها را میکنند و افرادی که این را ورد میکنند و میخوانند، کمتر کسی پیدا می شود که حتی در زبان از رسول الله صلی الله علیه و سلم دفاع بکند و از سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی بکند. ولی اصحاب پیامبر بیشترین دوستی را به رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتند، تا حدی که گفتم وقتی در غزوه احد صحابی می آید خودش را به رسول الله علیه السلام می چسباند و از هر جهت تیر می آید او را مورد هدف قرار می دهد که مبادا تیر به رسول الله صلی الله علیه و سلم اصابت کند. با این همه محبت، با این همه دوستی، این حرفها را در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدن و نگفتن. ائمه، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل و امام مالک رحمهم الله، هیچ کدام اینها این حرفها و زیاده روی ها را در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم نکردند. حق محمد رسول الله را دانستند. حقوق محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم غلو و زیاده روی در حقشان نیست، بلکه این نوع جسارت و بیادبی نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم است. انسانی که پیامبر را از مقام پیامبریش بالاتر میبرد یا پایینتر میکشد، هر دو اینها در یک ردیف هستند. فرق نمی کند که کسی به پیامبر جسارت می کند و فرق نمی کند به این آدمی که به این شخصی که آمده به رسول الله صلی الله علیه و سلم را از مقام پیامبری می کشد بالا، اون را می نشاند در مقام الله. و والله قسم هر دو اینها در یک ردیف هستند. هر دو اینها ظلم می کنند، هر دو اینها دروغ می گویند، هر دو اینها بر الله و پیامبر و بر دین الله دروغ می بندند و افترا می کنند. مادامی که الله نگفته، مادامی که پیامبر نگفتند، مادامی که صحابه پیامبر که بهترین دوستان پیامبر بودند، شاگردان زیر دست پیامبر بودند، این حرفها را نزدند. ائمه اهل سنت، علمای اهل سنت، محدثین، فقها، هیچ کدام اینها این حرف را نزدند. یک کسی بعد از چند صد سال آمده و این حرف را زده و دیگران هم میان این را تکرار میکنند و این را به عنوان یک کتاب معتمد و کتابی که اونها را به الله نعوذ بالله برسانه آن را تکرار میکنند و میخوانند. حقیقتا این بزرگترین جفا و بزرگترین ظلم در حق پیامبر، در حق صحابه پیامبر، در حق ائمه و در حق علمای اهل سنت می باشد. چرا؟ چون اگر این چیز خوبی می بود و این حرفهای خوبی می بود، آنها می گفتن، کوتاهی نمی کردن در حق رسول الله علیه السلام، ولی این حرفها را نگفتن. پس وقتی که نگفتن، این افرادی که بعد از چند صد سال آمدن، بعد از 1000 سال آمدن، اینها چرا کاسه داغ‌تر از آش می شوند؟ هدف اینها چیست؟ چی میخواین از جان امت اسلامی؟ چی میخواین از جان مسلمان ها؟ اینها واقعا هدف خیر دارن؟ هدف نیک دارن؟ اگر هدف نیک دارن بیاین قرآن کریم را برای مردم تشریح کنن و پیامبر را از قرآن کریم برای مردم معرفی کنن، پیامبر را از زبان خود پیامبر معرفی کنن، پیامبر را از زبان شاگردان پیامبر معرفی کنن. این بهترین راه است، این بهترین روش است که ما از شر غلو و زیاده روی و افراط نجات بیابیم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم دقیقاً همین چیز را از ما میخواهند. میفرمایند که شما در حق من زیاده روی نکنید، چنانچه که نصرانی ها در حق عیسی پسر مریم علیهم السلام زیاده روی کردند.
این یکی از زیاده روی هایی است و یکی از حقیقتا باید گفت که حرفهایی است که به رسول الله صلی الله علیه و سلم چسباندند و رسول الله صلی الله علیه و سلم از این کلمات و از این حرفها و از همچون زیاده روی ها و گزافه گویی ها رسول الله صلی الله علیه و سلم حقیقتا محفوظ هستند و الله متعال برای پیامبرش جایگاهی داده، برای رسولش، برای حبیبش جایگاهی داده که هیچ احد نمیتواند با آن جایگاه برسد و آن جایگاه در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم محفوظ است. اما این که فردی بیاید از دروغ به رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزهایی ببندد، حقیقتا این فرد درست پیامبر را نشناخته، درست قرآن را نشناخته و درست اسلام را درک نکرده. در قسمت دیگری از این کتاب دلائل الخیرات چیز دیگری در اینجا موجود هست و چیز دیگری می آید که اجازه بدین این قسمت را بعد از یک میان برنامه به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی عرض کنم. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر تا بدین وسیله آنان را پاک و تزکیه نمایی و برایشان دعا کن. به راستی دعایت مایه آرامش آنهاست و الله شنوای داناست. عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه راهنمود سنت که در مورد کتاب دلائل الخیرات صحبت می کردیم. بینندگان عزیز و گرامی، نکته دیگری که در این کتاب مورد توجه است این است که در اینجا می گوید اللهم صل علی سیدنا محمد بحر انوارک و معدن اسرارک و لسان حجتک و عروس مملکتک و امام حضرتک و طراز ملکک و خزائن رحمتک الی آخر میه اینجا. اگرچه اینها همه حقیقتا بعضی از اینها همان زیاده روی هایی است که در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه، اما اینجا میگه که انسان عین الوجود و السبب فی کل موجود عین اعیان خلقک المتقدم من نور ضیائک. این اشاره دارد این قسمت که میگه انسان عین الوجود و السبب فی کل موجود، این اشاره به این دارد، اشاره به وحدت الوجود که در میان غلات صوفیه موجود است. و اینها مثل ابن عربی، مثل حلاج، اینها که بعضی از آنها به حلول و بعضی آنها به وحدت الوجود حقیقتا عقیده و باور داشتند. وحدت الوجود این است که میگویند که تمام مخلوقات نعوذ بالله جزئی از الله هستند. یعنی شما در عقیده وحدت الوجود مخلوقی را نمیشناسید. میگوید نعوذ بالله این کامپیوتری که جلوم هم هست نعوذ بالله این هم خداست، این کامره‌ای هم که جلو روی من هست، دوربینی هم که جلو روی من هست این هم خداست، تلویزیونی که جلو روی شماست این هم نعوذ بالله خداست، حیوانات هم نعوذ بالله خدا هستند، انسان ها هم خدا هستند، همه چیز خدا هستند. وحدت الوجود یعنی اینکه الله متعال به اشکال مختلف در آمده، نعوذ بالله به اشکال مختلف در آمده و دقیقاً در اینجا همان عقیده وحدت الوجود ظاهر میشه، آشکار میشه، جزئی از عقیده وحدت الوجود آشکار میشه. و این عقیده به اجماع علما عقیده کفری است، عقیده وحدت الوجود
که ان شاء الله ما در این مورد در یک برنامه خاص صحبت خواهیم کرد و به صورت تفصیل وحدت الوجود را توضیح خواهیم داد و از کتب این افراد به خصوص ابن عربی از کتاب فصوص الحکم یا از کتاب فتوحات مکی که این دو کتاب در حقیقتا از این فرد مشهوره، حرفهای میزنه و کفریاتی در این کتاب موجوده که به والله قسم شاید شما در بزرگترین و سختترین دشمنان اسلام هم پیدا کرده نتانی. حرفهای مزخرف نسبت به پیامبر، نسبت به الله سبحانه و تعالی میزنه که واقعا یک انسان مسلمان تعجب میکند که چگونه یک فرد خودش را مسلمان میگوید و این حرفها را نسبت میدهد به رسول الله صلی الله علیه و سلم، که ان شاء الله در موردش ما صحبت خواهیم کرد و به صورت تفصیل موضوع وحدت الوجود را توضیح خواهیم داد ان شاء الله. حالا در اینجا همان عقیده وحدت الوجود ظاهر میشه، آشکار میشه و این عقیده گفتیم عقیده است که به اجماع علمای اهل سنت و به اجماع علمای مسلمین این عقیده وحدت الوجود عقیده کفر است که ان شاء الله باز به صورت تفصیل در موردش صحبت خواهیم کرد. حالا با این وجود که این کتاب در او عقیده وحدت الوجود وجود داره، ما چگونه میتوانیم به این کتاب اعتماد بکنیم؟ چگونه یک انسان مسلمان که عقیده به وحدت الوجود ندارد بلکه عقیده به خالق دارد و عقیده به مخلوق دارد، عقیده به این دارد که انسان چیزی است، الله چیزی است، پیامبر کسی است، الله کسی است، اما این که بیایی همه را با هم مخلوط بکنی، مخلوق را با الله داخل بکنی و بگیم مخلوق همان خالق است و خالق همان مخلوق، نعوذ بالله، اینها را با هم خلط بکنی که همان مخلوق خالق بشه، همان کسی که واجده باز موجود بشه، این چی حرفی است؟ در این کتاب این عقیده متاسفانه نمایان میشه. این عقیده خطرناکی است که باید امت مسلمه و امت اسلام خودشان را از اینها به دور بدارند. باز هم تکرار میکنم، ای برادر و خواهر مسلمانم، چی نیازی داری که با این افکار و با این خزعبلات خودت را مشغول بکنی؟ آنچه را که قرآن گفته و آنچه که سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست با آن تمسک بجوی و همه اینها را بزن پشت پا. مسائل دیگری هم در این کتاب موجود هست که اجازه بدین در برنامه بعدی ان شاء الله در قسمت بعدی این بحث را تمام بکنیم و به صورت فشرده بعضی از مطالب دیگر را هم ان شاء الله به خدمت شما عزیزان بیان خواهیم کرد. تا برنامه بعد و قسمت بعد همه شما را به الله متعال سبحانه و تعالی می سپارم. الله متعال یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Ah